کودکان نسل آینده‌ساز و امید برای آینده جهانند. جنگ‌های بردوام و قتل‌های سیاسی در منطقه شرق نزدیک شمال افریقا نشان می‌دهد که حالا کودکان در این کشورها مهاجر و دربدر، بیمار و گرسنه، حقیر و خانوایران، پرشکسته و ناتوانند. وضع کودکان در یمن، افغانستان، نیگریا، سومالی و عراق و سوریه به چشم اهل عالم و مطبوعات جهان روشن است و مشاهده چنین سرنوشت وخیم هلاکت کودکان در دامان مادران، در راه سفر، در راه برگشت به خانه، در راه پناهجویی به سرزمین‌های آرام به هر یک ساکن تاجیکستان، پدران و مادران تقاضا می‌نماید که در سرنوشت کودکان بی‌طرف نباشند، عدالت اجتماعی را در حق کودکان تأمین سازند، آنها را به تعلیم و تربیت فرا گرفته شکر استقلال و آرامی و ثبات سیاسی تاجیکستان عزیز را به جا آورند. با امید آبادی وطن، سعادت ساکنان تاجیکستان، خدمت برای حفظ شرف پاک انسانیت، سعادت و سربلندی کودکان، اینجا برنامه تاجیکستان و جهان به پای میرسد. همیشه هم قدم وحدت و اتحاد باشید، زیرا اتحاد ما این قدرت ماست.